90% شما اصول شیو کردن رو بلد نیستین، چون بلافاصله بعد از شیو کردن پوستتون پوست مرغی یا همون حالت توت فرنگی میشه، پوستتون خشک میشه و موهای زیرپوستی براتون ایجاد میشه. بعدش هم که جوش میزنید و اون جوشتون هم تبدیل به لک میشه. اولین موردی که باید رعایت بکنید انتخاب تیغه. از اینا استفاده نکنید. به جاش از اینا استفاده کنین. آقایون مناسب آقایون بگیرن، خانم ها مناسب خانم ها. دومین موردی که باید رعایت بکنی استفاده از یک پیلینگ یا اسکرابه. خودم از پیلینگ اللون استفاده میکنم که هم برای صورت و هم برای بدن فوق العاده عمل میکنه. من یک کمی ازش رو میزنم. حالا میبینید که چطور عالی تمام اون سلول های مرده رو از بین میبره. این مرحله خیلی واجبه، اصلا حذفش نکنید. همینایی که دارید میبینید به شکل چرک داره از بدن خارج میشه، لایه های شاخی هستش که برای بدنتون باعث جوش، التهاب، خارش و همچنین پوست مرغی میشه. این مرحله میتونید از روغن یا صابون استفاده کنید. در جهت رویش خودمون من این کار رو انجام میدم و بعد در جهت مخالف من تیغ رو میکشم. بعدش نوبت میرسه به افتر شیو برند اللون. دقیقا مثل آب رو آتیش میمونه. حال دیگه با این محصول جوش بزنی یا پوست مرغی برات ایجاد بشه. اللون یک کرم روشن کننده و ضد لک هم داره که شما میتونید روی نقاط تیره بدنتون استفاده کنید. هم تاثیر آنی داره، هم به مرور زمان که استفاده کنید پوستتون رو چند درجه روشن‌تر میکنه. تمام این محصولات با کیفیت از برند اللون هم از پیجی که براتون تگ میکنم میتونید تهیه کنید.